دوستان سلام، میخوام براتون کوکوی بادکوبه مخصوص فرکوک درست کنم که بسیار خوشمزه و لذیذه. هم میتونین با نون سروش کنین هم برنج. بال مرغ رو با پیاز و زردچوبه و نمک و مقداری آب میذاریمش که بپزه. میتونین از سینه مرغ هم استفاده کنید. پیاز رو خلالی کنید، با مقداری روغن و زردچوبه سرخش کنید. پیازا رو جدا کنید، داخل همون مایتابه نمک و زردچوبه بریزین و سیب زمینی های نگین رو اضافه کنید و سرخ کنید. حالا بالای مرغ پختمون آماده است. سیب زمینی سرخ شده هم آماده است. بالهای مرغ رو تمیز کنید، استخون، پوست و قضروفش رو جدا کنید. مراقب باشین قسمت های ریز قضروف داخل گوشت نره. بعد که به این شکل تمیزش کردیم و گوشت رو جدا کردیم، با نوک انگشتاتون کاملا ریشش کنید. بعد داخل ظرف بزرگتر بریزین پیاز سرخ شده، سیب زمینی سرخ شده و مقداری آب مرغ هم بهش اضافه کنید و هم بزنید. حالا آب نارنج میریزیم، زعفرون دم کرده غلیظ، رب گوجه فرنگی، فلفل و نمک هم اضافه میکنیم، هم میزنیم. 2-3 قاشق روغن مایه میریزیم، دوباره کمی هم میذاریم کنار. تخم مرغا رو میشونیم داخل ظرفی، با همزن میزنیم یا حالا با چنگال اگه همزن نداشتیم تا کاملا از لختگی در بیاد. بعد مایه مرغمون رو داخلش میریزیم، دوباره هم میزنیم و داخل ظرف پیرکس که از پیرکس متوسط من استفاده کردم یا هر ظرف نچسب دیگه میذاریم داخل فر تا بپزه و طلایی بشه. بعد میاریم بیرون، دورش آزاد میکنیم، برش میزنیم، به شکل دلخواه سروش میکنیم. نوش جونتون.